دختری مسلمان گویم بروک جینس میپوشد، یا دختری مسلمان کرته هایی که مردا میپوشند که میپوشانیم سحر مکتب روان میکنیم، میپوشانیم کجایی که خواهیم روانشان میکنیم. بعداً ببینین اگه مادرای به عقلی ما و شما را ببینین، با بعداً چیکار میکنیم؟ بعداً خواهان او هستیم که یک کس دروازه ما را تق تق کنه و برای خواستگاری دخترمان بیاید. مادرای عزیز باور کنید امروز مردم فکرش دیگر شده است، از حوض توجه میکند. همین دختری با حیا است، دختری خدا ترس است، خاندانش دروازه‌اش تق تق میکنه برای خواستگاری میآید. وقتی میبیند که از وقتش همین خیلی بی‌معنیگری میکند، ناخوبی های خودش نشان میدهد، خودش که در اون محله که مشهور کرد، پس پگاه که آمد پرسید همون دختری چی خیلی است، کسی خواهی نخواهی شاهدی میدهد، میگد نه اون جنره که اون دختری چی ندارد. همونجا باور که سین سالش تا 30 میرسد، بعد یگان کس اگر یکی زنش مرد یا که یگان کس مثال یکی خیلی ضرورت چی، بعد میاد به خواستگاری همون کس. اما این چیزا نمیخواهیم که ما میخواهیم دخترای ما در سین 17 و 18 با این همین خیلی خرسندی ها آمده از نزد دروازه ما با آب رو گرفته برنش که ماها گویم در پیش یک و دو با خود آشنامان باشد، خود دوگانمان باشد، با گردنمان بلند شود. مادر عزیز آخه برای آنچه که این پیدا کردنش در دست ما و شما است. ما نگذاریم که مثال آنچه که اونا میخواهند، آنچه که اونا اراده دارند، اونا را استفاده برند، زیرا خطری در آخرتش دارد، خطری گویم در سین سال 17 و 18 دارد. اینا او روز در ما اخبارات آمد بود که من را در جمعه هم اعلان کرده بودم. مثال ببین دختری صنف 9 از بچه صنف 11 حامله دار است در فرخار. این دختری صنف 9 از بچه 11 حامله دار شدگیان. به خاطر چی بوده است؟ وقتی جوان پرسیدن گفتن خیلی وقتی که می آمد مقصد لباس های جذاب داشت، وقتی که ما را در اون احوال دیدیم راستی بار وسواس شیطان شدیم و پیامی زنک گرفتیم. این امروز کار به حدی آمد که مقصد توی اندازه است که هر کاری میکنیم بکنین، من اینا نمیگیرم. مقصد هر کار همش تیارمون، لیکن اینا من بزنی نمیگیرم، زیرا یک تنها این حمله که ای دارد این تنها از من نیست. ببینید به خاطر چی بود همش؟ از چی سبب پیدا شد؟ به خاطر خود ما که تیار کردیم و روان کردیم خی اونا روزش میتن. هر یک او شاعر میگفت که همین درختی که اگر میوه کرد از دیوال خانت که بیرون شد، خواهی نخواهی مردم که میوه را دیدن میزنن سنقتی و میوه را میگیرن. یعنی وقتی ما هم که اگر مثل میوه و دخترای ما خوشروان وقتی در کوچه میبراریمشان، خواهی نخواهی این گرگه ها بسیارن، آدم های اصلا دایم همخیلی میکوان، بعد به آب رومان میکن، بعد در محله شان شرف من میریزد، آب رومان میریزد که او سخنی که علاج واقع پیش ای وقوع بود ما که نکردیم. انا مرحمت به آبروگی من. برای مادرای عزیز بسیار احتیاط کنیم. به خدا برای قدر و قیمت خودمون گپ میزنم، برای شرف و قدرمون، برای اینمی هممون حاضر رو هیچ آدمی گویم که بی درد نیست. وقتی همین واقعه را میشنوی یا دولینت میزنه یا یگان درد دیگه دا میزنی، گویم با از حساب اینمی مصیبت فرزند روزی خوشیش نادیده از دنیا را ترک میکنی میره، چی فایده داره؟ به همین خاطر همش در دست خودتان است. احتیاط کنین. به همین خیل گویم که لباسای خیلی ناخوب دخترها را آورده نرسانین. مادرمان عایشه وقتی دید این توده زنها را که زیارت آمدن که این خیلی لباسای تنگ و این خیلی که تمام اعضای زن بیرون در نمایش داد، خیلی نبود، بلکه میگد کمی تنک بودن که بدن نما نبود، تنک بود. حضرت عایشه مادرمان چی گفت؟ این کنتون مؤمنات، گفته ای دخترای عزیز، گفت من از زیارت آمدین، خوش به حالتان، ثواب گرفتین، من زن پیغمبر هستم، ثواب گرفتین، در حقتان دعا میکنم، لیکن اگر ذره ایمان داشته باشین از همین جای من که خیستین خانه رفتین این لباس ها را دیگر ابدی در بر نکنین، که این لباسی که شما دارین لباس زن مسلمان نیست. گفت ببینین یک لباسی تنکتر بود که بدن نما نبود. امروز همت از روی انصاف جواب دین که اگر همون زیرپوشی زن نباشد باور که کلی بدنش در بیرون است. باور کنیم به خدا در بازارو چشم تا دیگر همین تا اوی کرده نمیتونی. اگر همین یک زیرپوشمون نباشد تمام بدنمون در بیرون است. و حبیب خدا 1500 سال پیش چی گفت؟ اکی هم معجزه شگو زنون، بعد دعا کنیم که از جای دیگه ما هم منتظرن. معجزه بود
در دوره پیغمبری نبود. گفت سینفان من امت اهل نار. اکنون صحبت ما در همون 4 میسه حضرت امیر جان بود که ایسا آمد انشاءالله بعد میگردیم شخص. میگد که دو طایفه سینفان من امت اهل نار، دو گروه از امت من ارزنده آتش دوزخ دارند. ببین ارزنده آتش دوزخ دو گروه انسان دارند. حبیب خدا را پرسیدند اینا کیا هستند؟ گفت یکم قوم معهم سیاد یضربون بها الناس، یعنی قوم معهم سیاد که اذناب البقر یضربون بها الناس. زمانی می شود که یک قوم براید در دستشون تیاق دارند که مثل دنب گاو است، با این تیاق مردم بیگناه را میزنند. امروز تمام دنیا در اعلان کردن که همون تیاق سیاه دوبینکه است که پیغمبر خدا دوره پیغمبر در این دوبینکه نبود که تلویزیون را ببینین کجای در مردم جمع است، مردم را میزنند. حبیب خدا گفت زمانی میشود که آدمای میبرند که حق خود چه طلب کردن در میزننش. اگر حق چه طلب کردن که حق من است، مثال همینجا تو در حق من ظلم داری میزنند. رسول الله گفت اون کسانی که اینا میبردارن در سر مردم و پشت مردم میزنند اینها ارزنده آتش دوزخ دارند. دوم رسول الله چی گفت؟ بسیار عجیب گفتند و زمان ما را گفتند نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. ببین لا يدخلن الجنة رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا و كذا. عجیب زیبا بیان کن. زمان میشود که نساء کاسیات، زنان لباس دارن. گفت پیغمبر لباساشون را میپوشن، چیزی از لباس هست همش میپوشن. عاریاتون، لیکن لباسی میپوشن که بدنش تماشا میکنی. ببین زمان پیغمبر در این طرز لباسایی که حاضر بدن نما هستن اینا نبودن. حبیب خود گفت زمان میشود که میپوشن لباس دارن لیکن بدنشون میتابد. عاریاتون مائلاتون ممیلاتون، اینا گفت که خودشون بیماری ناخوب شدن، اینا که گویم خیلی بی‌تمیز و بی‌خیرتن، لیکن همین بدبختیشون باز در دوگانه ها همسایه هاشون میرسه. گفت ولی بینین یک کس که پوشید چی میشود؟ دیگریش هم همون آرزو میکرد، دیگریش هم همون آرزو میکرد، بعد شهر پوری همون خیل میشود. رسول الله چی گفتن؟ لا يدخلن الجنة. برای این دو طایفه که اسنمة البخت هم گفتن پیغمبر زمان میشود که زنها گفت سرهاشون لوج میکنن و چنان گفتن مویهای سرشون هم میپیچونن که مثل در پشت شتر یک کوهان میگن تاری سرشون در گفت مثل کوهان گفت مویهای سرشون هم میپیچونن. خب ولی زنکا میکنن که مثال در تارای سرشون مثال یک مویهاشون هم میپیچونن لیکن روی مال ندارن. حبیب خدا گفت هم تا میکنن. گفت روین گفت این زنها را و این مردهایی که مردم بیگناه میزنن از نام پیغمبر گوین که بوی جنت که از 500 سال راه به مشام انسان میرسد به مشام این دو گروه نمیرسد. بوی جنت نمیرسد. ولی کجا داخل شدنی در جنت؟ ببینید مادر عزیز، همه این سخن خدا هست، همه این سخن پیغمبر خدا هست، لیکن همش به فایده ایمان است. ببین مشکل نیست. آخر امروز همین قیچی را گرفته و همین دخترایی که آستینای کلته دارن، دخترایی که آستین درازن، همون نمیتونه یک قیچی زدن می آستین چیه؟ لیکن ایمانش نمیمانه. لیکن خدا تأثیرش نمیمانه که همون قیچی را گرفته و همون را چیکار کنه؟ از همون بری بالا پایین مثال گویم که ببرد. ولی اول یک زمانه مثال ما که سالای تقریبا 86 بود ما اویلدار شدگیمان، او زمانه آستینا کم تر باید تونیجورا بود. حاضر اینا کتف دایا میبینین حاضر بلند همین میدان آمده سوال دیگر آستین گم میشود. اگر همین خیرفتن گیرد این آستینا گم میشوند. دیگر تمام زن در بیرون انا مرحمت کو دیگر برکات شود، کو مرحمت یگان فیض شود. بعد مرحمت کو ببینین که در چه عذابهای به خدا قسم ما و شما روبرو میشیم. خدا چه عذابهایی داره، چه دردهایی داره که برای ما و شما راهی میکند وقتی که
ما سخن خدا را اجرا نمیکنیم. به این خاطر این مسئله بسیار مسئله جدی است. مادرای عزیز همین بسیار توجه داشته باشین. یک کاری کنین که پگاه گور میرین، هممون فراموش نکنین که گفتی همون عبدالقادر بیدل یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک. تا همون قبرستان محلت بین تو و بین قبرستان گوی یک وجب است. مثلا بسیار نزدیک گرفتن. یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک، در سر میژگان چو اشک استاده هوشیار باش. تنگ اشکی سر میژگانی یا این زمان یا زمان دیگر میگلتی پیش خدا میره و خدا در خجالت بمانی. بسیار اونجا اگر هزار داد بگوی پشیمانی که کنی دیگر او فایده نمیبخشد. و این خاطر ما همین جدا هر چی قوت دارید، هر چی کوشش دارید برای بهبودی فرزندامون، برای آبروی فرزندامون، برای آبروی خودمون کوشش کنیم. خدا خواسته باشد هم دنیامون هم آخرتمون زیبا میشود.